تا حالا فکر کردی وقتی سویچ ماشین رو میچرخونی واقعا چه چیزی باعث میشه موتور بیدار بشه؟ همش به لطف یه قطعه کوچیک اما قدرتمنده، استارت موتور. وقتی سویچ رو میچرخونی در واقع خود موتور رو نمیچرخونی. باتری فقط یه جریان کوچیک برق میفرسته به سولنوید که یه نوع کلید الکترومغناطیسیه. وقتی سولنوید فعال میشه یه هسته متحرک به نام پلانجر رو به جلو هل میده و یه مدار پرقدرت رو وصل میکنه. اون وقتی که برق زیاد به موتور اصلی استارت میرسه و باعث چرخش اون میشه. روی این موتور یه چرخدنده کوچیک به اسم پینیون قرار داره. پینیون روی یه شیار مارپیچی حرکت میکنه و به نرمی با فلایویل موتور درگیر میشه. فلایویل هم میلنگو میچرخونه و باعث استارت خوردن موتور میشه. گشتاور تولید شده از طریق مجموعه چرخدنده‌های سیاره‌ای تقویت میشه تا نیروی کافی برای غلبه بر فشار تراکم و شروع احتراق فراهم بشه. وقتی موتور روشن میشه پینیون بلافاصله عقب میکشه تا برعکس نچرخه و به استارت آسیب نزنه. و اگه راننده یادش بره سویچ رو رها کنه یک کلاژ یک طرفه از چرخش بیش از حد و آسیب دیدن استارت جلوگیری میکنه. پس دفعه بعد که اون صدای لذت بخش موتور رو میشنوی بدون که استارت موتوره که داره کل این نمایش دقیق رو رهبری میکنه.